محترم نمایندگان استان خودم حاضرین گرامی مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از چهارم مارس 2005 رقم اپ 1677 در اساس جدول تصویب گردیده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز در آگهی بهبود زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعات دایر می‌گردد. قبل از همه شما رو بچه‌ها ببینید مسئول شما دیدید. کار نکرد زمین رو پر به آب بودن سیستم داخلی شهری تازه کرده شدگی نبود این زمین رو باز در اختیار توازن شهر دوشنبه گذاشت کشتی دویوم قریب که پورا در این زمین رو گذاشته نشد چی باید کرد در سال آینده این مثلا ما چند مرتبه هم گفتیم در بیشکن بودن یک حوض بود در گذاشته هم 50 گکتار بود امروز زیاده از 850 گکتار اما حوض آبایی که زیر زمینه که جمع میشه زیاده از 850 گکتار زمین ضبط کرده است سال گذشته دیرکتر آگهی هم وعده داده بودن که حتما همین تا 250 گکتار کم میکنیم همین چیز نشد برعکس ممکن 900 گذشته باشه این چیز برطرف میشه سوال سومی من اویدی منطقه‌ای که در ولایت ختلان است در مخصوصا ناحیه خوالینگ باستانی موافقی معلومات عماری که در ما در دست داریم 640 گکتار کشتی کارتوش که در ناحیه خوالینگ گذرانده شده است لیکن در اصل باشد ممکن 150 گکتار هم نیست چون که این منطقه بسیار منطقه سرنفوذی اهالی می باشد تامینات اهالی با کارتوش که ما نان دیوم حساب کرده می شود ماسک و طفل همین تو سه ناحیه ولایت ختلان در منطقه چیز اگر هم کارتشکا در شهر شامل 370 باشد باز در ناحیه خوالینگ از 5 سال گذشتگی استاد محترم در سمت همین برقرار کردن سیستم آبیاری ناحیه خوالینگ باستانی چی کارها از طرف شما کرده میشه چه کار اینجا مومن دیرکتر آگهی روزاده وابسته کردیم با اداره واده‌کننده شهری دوشنبه یک جوری همکاری کرده است. البته ما کارهای آغاز کردگی سازگاری ثبت کردیم. آینده ما حرکت میکنیم که همونجور پرابلم نشود. برای اینکه ما خودمون در شهر دوشنبه فعالیت میکنیم این موضوع عیب است که اونجا کانالاش پر شده و ما اینجا به اهمیتی کنیم. دویم مسئله بیشکن ناصری خسرا ما خودم ما آگهی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرپرستی نوعی ناصری خسرا ما خودم سفری کاری داشتم یک هفته پیش در هفته همه حالتی ملیتی زمین های ناصری خسرا کانال و جوی بروش همیشه دیدیم اونجا یک پایگاه آبکشی همین خیلی که شما گفتید موس هست اونجا رفته دیدن کرده در حقیقت تشویش آور البته ما اونجا در لایه آبیاری دانگره و البته داخل کردگی سال 2020 پورا از نو برقرار میشد و ما تو برقرار شدنش یک سپارش هم دادیم دستگاه بوده اونجا واسه نصب میکنیم این مثال خیلی که شما گفتید 800 گکتاری که در زیر آب مونده است حرکت میکنیم آبش گرفتیم با کانالی موز با واسطه و در آب پرتوییم سوم مسئله ناحیه خوالینگ اینجا مومن دیرکتر آگهی در اینجا حضور دارم جمعزاده از شهر میدیم مثلا مومن دیرکتر آگهی خودی دوازده زفربک در دوره‌ای که فعالیت داشتن همچون صدر ریاستی آب و آبیاری ولایت سیستان در یک ناحیه دیواشتی زیاده از 37 چای عمودی کافی قریب تمام آب کارتوش که این روز دسترخوان مردم از زیب میدهد و همچنان دیوم اعتراف شده است گوییم که به همین خدمت همین نفرها سال گذشته 5 تا چای عمودی در یک ناحیه برقرار کردن که زیاده از 500 گکتار زمین نو شد در ناحیه خوالینگ اگر که این خیلی باشد باز یک جای یاوی من هم شما بگوییم که در جای یاوی که اقلا 10 تن کارتوشکا در یک جا باشد خیلی تمام معلوماتی هست درو همون سیستم کاری کردن در کار که مردم تامین کنند مردم هم اون قدر مردمی که در یک منطقه کلوب است در ولایت سوخت نیست لیکن تامینات به درجه سوست است که طبقه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با اداره ذخیره‌اش اون منطقه تامین میکنه گپ سر این میاد تامینات مردم ما به طرف نموندیم ما 15 تا شوی عمودی برقرار کردیم 15 تا شوی عمودی خدمتتون میتونید اگر
100 گکتاری هم باشه که 1,000 گکتار آبیاریش بهتر میشه. اومده است اما ما رادیو هستیم همتر آوازتون ضرورت است در مورد آن پایگاه‌های آبکشی که امروز در جمهوری مخصوصا برای آبیاری کردن زمین‌ها هست وضع کدامش مثلا بهتر است و باید کدامش رو باید بهتر کنیم و سوال دوم در مورد اونی که امروز در اگنتی لایحه‌های سرمایه‌گذاری تا کدام اندازه مبلغ‌ها از خود کرده می‌شوند و ثمرناک استفاده برده می‌شوند. جمهوری تاجیکستان 798 پایگاه آبکشی موجود میباشد. بعد 393 تا از این اگنتی بهداشت زمین آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کاربری میکنند. دیگرش از زون خودی خواجگاهی و دیگر کارخانه‌های مربوط هستند و چیزی که شما گفتید امروز پایگاه آبکشی که در ما موجود است سالهای 1960 تا 80 عصر گذشته ساخته و استفاده داده شد. حالا من با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پشتون معظم ملت مرحله به مرحله ما هر یک پایگاه آبکشی که کهنه هست مرحله به مرحله با تعمیر رو از نو سازی کرده است برقرار سازی کرده شده. عموما اگر طرفی خطا نگوید قریب 20% با توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده میشد. طرفی ولایت سوخت قریب 80% با توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده میشود. در حقیقت سوال باموری است. این ما زیر توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی بهداشت زمین قرار دارد و در ما حاضر 3 لایحه فعالیت کرده شده است. لایحه بهتر نمودن اداره کنی ذخیره آب در ولایت خطلان و لایحه اداره کنی ذخیره آب در حوزه دریای 5 و سیستم آبیاری و تغییریابی اقلیم و آفت‌های طبیعی تولوار و نوسازی زهکش و زهرها در حوزه دریای وحش قریب 135 میلیون دلار آمریکایی. امروز ما علاقه 30% از 135 میلیون از خود کردیم و این کارها در این موضوعها ادامه دارد. چهارهای عمودی برقرار کردن میتونن از ما کردن چون که ولایت خطلان یکی از منطقه هایی است که در بیشتر ناحیه های آن رسوگی آب و اهالی و آبیاری زمین ها به نظر میرسه. تشکر. فقط ایسوبی اگنتی بهداشت زمینه خودی خواجگاهی دیخونه خودی همین کارخانه هایی که به واسطه زمین های کشاورزی دارن در همه جا مثلا من نوعی با وجود غفور رئیسی نوعی بودم در خیر نوعی 1 سال و 50 تا چوی آموزش شد 1 سال بود. اگه فهمید که دیگر شهر و نوعی رئیسی نوعی دارن همه جا کاربری ایسوبی همه مبلغ های هم بودجتی هم خودی صاحب کاربخش خصوصی رفته شده است. اینا ما سپارش هم دادیم هر سال آینده من شعبه پایگاه آبکشی هر یک منطقه و چند تا پایگاه آبکشی بشد همشه ما زیر نظارت میگیریم چند تا ایسوبی خوشی بخش خصوصی شده است ایسوبی بودجه شده است ایسوبی لایحه شده است ما نقش نظارت میکنیم آینده ما شما با معلومات میدیم. عریضه و شکایت‌های شخصان حقوقی 100 عدد و شخصان واقعی همون شکایت‌ها بررسی شده است و اساساً به کدام شکایت‌ها به کدام پرابلم‌ها به شما به اگنتی شما مراجعه می‌کنند. تشکر. و دوم سوال مسئله شکایت‌ها در حقیقت شکایت‌ها اساساً ما در اگنتی بهداشت زمین مسئله نارسایی آب اینا همه می‌دونند. این نورسوگی آب امروز یکتا همین پیدا شده که اصلی دنیا اوندگی همه وقت کارهای کمبودی های اویدی نورسوگی ما همه وقت گوجه نورسوگی شدن نسبتی همونجا رفته کاربری که برای رساندی آب کوشش میکنیم که بوده آبش برای دیخان رساندیم اساس همین برای شکایت همین. دوام 5 سال شما 487 میلیون سامانی رو برای ساحل مستان صرف کرده هستید. آیا از این چند فایزش در ولایت مختار کوهستان بدخشان صرف شده است؟ به همگان معلوم است که بسیاری از دهه‌های ولایت در ساحل دریا جایگیر هستند و خسارات آنی که به زمین‌های کشاورزی زیادتر است نسبت به نظر دیگر ولایت‌های کشور. اگر
ما 261 کیلومتر کارهای سوال مستحکم کنی اجرا کرده باشیم خصوصا در ناحیه روشن اصلا کارهای سوال مستحکم کنی در ولایت مختلف کوهستانی بدخشان رفته شده است در ناحیه روشن اونجا موضعی وومر اصلا در نتیجه هم وومر برزود درزود همین جوری که اصلا خفه شسته شوی زمین های کارام است اصلا کارای ما در اونجا رفته شده است در اشکاشی ماشم در کاشم به نقشه گرفته شده است کارو رفته شده است رفته شده که انجام داده شد نه رفته شده است نقشه هم داریم نقشه کاری آینده донем для ассоциациями водопользователей. И сколько ассоциаций возглавляется женщинами? مولی خیلی سوالی با مورد است که چند خدا زنک زنان کمیکلی اینا میکنیم لیکن نمیدونیم اینا ما تحریک بونده شما معلومات پیش میکنیم چند تا زن دارد من اینجا شعبه هستم طوری که محترم رئیس قید کردن 362 ساعت فعالیت دارد агенти همچون مقام وکالت اوی به هماهنگسازی فعالیت اساسی معاش است با نظر داشتیم ما مانیتورینگ فعالیت اساسی پیش میبریم چند کارمند از جمله چند کارمند زن هستند و چگونه رسوم میکنیم مثلا ما پیش میبریم شور از 6% زن است ما شروع میکنیم که پیش میبریم جوابگو نیست و برای همین گردشی کشاورزی وارد کردن چقدر زمین ها باز در نظر از شما که به نقشه گرفته شده است یادا 32,000 گیتار موجود می باشد ما همیشه قریب 10,500 گیتار زمین حالتی ملیتیش بهتر کردیم و امسال هم نقشه کردیم که زیاده از 9,500 گیتار زمین حالتی ملیتیش رو بهتر کنیم همین سال بعد سال 2023 و اصلا زمین های بار در منطقه سوق این قریب 21,000 گیتار منطقه خاطلون زیاده از 10,000 گیتار اما اونجاش من نوعی طبیعی مرکز و دیگر طرفا بعد این به ما نقشه چوربینی کردگی اویدی بهتر نمونتی می‌تونیم یا برنامه دولتی هم موجود است سال 2018 2023 امسال برنامه هم تمام میشه ما علاقه برنامه نو هم تایید اینجا سر کردیم به کاربردی رفته شده است مسئله من بیسو خرجی همین سال آبی داده شده 80 میلیون تومان ما آبرسانی کردیم هر خدمت آبرسانی مبلغ جمع کردگی ما 69 میلیون همین روز ما 170 میلیون تومان خودجوی کشاورزی ما در نزد اگنتی بهداشت زمین خرج دارم ایسو به خدمت آبرسانی ما فقط ایسو برق خرجمون 456 میلیون همین سال برق استفاده بردگیم قریب 126 میلیون تومان آبی خدمت رسانی کردگی ما 80 میلیون همین خیلی بعد این خرج ما روی پوش کردن نمیتونه برای اون که تعریفی من مثلا امروز هفت خدمت آمد 2 درهم وقتش هم من وقتی تعریفی آب اگر برداریم خیلی ما زیاد میرسه با همین دیخون با برای همین اینجا همش روی چیگم دستگیری دیخون برای دستگیری دیخون ها کشاورزان آینده ما من چقدر گفتم تحلیل میکنیم پیشنهاد میکنیم حکومت جمهوری تاجیکستان من از حسابی در این همین بیوسط دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان که بیوسط 3 لایه امروز سرمایه‌گذاری امروز ما کاربری کردیم همین هم دستگیری حکومت 135 میلیون دلار آمریکایی حکومت بنیاد دستگیری کلان برای اگنتی بهداشت زمین خرید شده است. محترم روزنامه‌نگاران برای شرکتی فعالانه در کاری نشستی نیکوسی واقع بین‌المللی فعالیت ساختاری اگنتی و همکاری مفید و خاطر رشد ساحه به شما محترم روزنامه‌نگاران سپاس و مینت‌داری نموده تنصیحاتی برای کار و تمام خوشی زندگی تمام سلامت و سربلند باشید.